سلام، امیدوارم عالی باشین. بریم برای اولین آموزش سشین کوکی شکلاتی ترک که طعم و مزه بی‌نظیری داره. این مقدار مواد که بهتون میگم حدود 50 عدد کوکی بهمون میده. 8 عدد تخم مرغ، 660 گرم شکر، 180 گرم روغن مایع رو به ظرفی بزرگ منتقل میکنیم و میدیم به دستگاه برای هم زدن در حد اینکه با هم مخلوط بشن. تو این فاصله که مواد هم میخوره 720 گرم آرد، 150 گرم پودر کاکائو، 1 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر و 1 قاشق چایخوری وانیل رو به ظرف انتقال میدیم و با هم مخلوط میکنیم. نیازی به الک شدن نداره. بعد از هم خوردن مواد خیس، مواد خشک و مواد خیس رو با هم مخلوط میکنیم و میکس میکنیم و به مدت 1 ساعت داخل فریزر یا 2 ساعت داخل یخچال استراحت میدیم. این خمیر بعد استراحت قابل استفاده است. از خمیر گوله های 40 گرمی جدا میکنیم، توی پودر قند میغلطونیم و توی سینی فر قرار میدیم. این کوکی با دمای فر 180 درجه به مدت 10 تا 12 دقیقه نیازی به پخت داره. امیدوارم از خوردنش کنار چای و قهوه لذت ببرید.